سلام به همگی. امروز می‌خوایم بریم سراغ یکی از مهمترین و شاید دردناکترین بحث‌های جامعه ایران، نظام آموزشی. آره، همون سیستمی که سرنوشت نسل بعدی ما بهش گره خورده و راستش رو بخواید برای خیلی از خانواده‌ها تبدیل به یک کابوس روزمره شده. خب بیایید از همین اول بریم سر اصل مطلب و این سوال کلیدی رو از خودمون بپرسیم. اصلا چرا انتخاب یه مدرسه خوب واسه بچه‌هامون که باید یه حق کاملا طبیعی باشه، الان تبدیل شده به یه دغدغه بزرگ طبقاتی؟ انگار دیگه بحث استعداد نیست. بحث اینه که جیب پدر و مادر چقدر پره. برای اینکه به جواب این سوال برسیم، اول باید این سیستم پیچیده رو با هم کالبد شکافی کنیم. خب، پس قدم اول اینه که ببینیم اصلاً با چه جور سیستمی طرفیم. نظام آموزشی ایران راستش رو بخواید شبیه یه هزارتوی پیچیده است. پس بیایید با هم وارد این هزارتو بشیم و ببینیم چه خبره. همینطور که می‌بینید ما اصلاً با یه سیستم واحد و یک دست روبرو نیستیم. حداقل 8 نوع مدرسه رسمی داریم. از مدارس دولتی که قاعدتاً باید رایگان باشن گرفته تا مدارس غیر دولتی و بین المللی که شهریه‌های نجومی دارن. همین تنوع خودش قصه مفصلی داره که تازه اولشه. خب حالا بیایید یه نگاه دقیق‌تر به این جدول بندازیم. ببینید این فقط یه لیست خشک و خالی نیست. این دقیقاً نقشه طبقه بندی بچه‌هاست. یه طرف ماجرا مدارس دولتی هستن که خب رایگانن ولی اغلب کیفیت پایینی دارن و کلاساشون اونقدر شلوغه که بگذریم. اون طرف دیگه مدارس غیر دولتی و بین المللی هن که با شهریه‌های سنگین امکانات بهتری میدن. میبینید سیستم از همون اول داره بچه‌ها رو بر اساس پول خانواده‌هاشون جدا میکنه. خب این تیکه تیکه بودن سیستم فقط یه بحث تئوری روی کاغذ نیست. نه، این جداسازی اثرات خیلی عمیق و واقعی روی زندگی بچه‌ها، خانواده‌ها و در نهایت کل جامعه میذاره. بریم ببینیم این پیامدها دقیقاً چی هستن. این جمله که از یکی از منابع ما اومده واقعاً تکان دهنده است. فکرش رو بکنید. یه بچه از همون کودکی میفهمه که فرق بین پولدار و فقیر یعنی چی. یعنی میبینه دوستش فقط به خاطر اینکه وضع مالی خانواده‌اش بهتره میره یه مدرسه بهتر با امکانات بیشتر. این دقیقاً یعنی کاشتن بذر بی‌عدالت تو ذهن یک کودک. سیستم داره نابرابری رو از بچگی به خورد جامعه میده. و این اثرات خیلی گسترده‌تر از 4 دیواری کلاسه. وقتی عدالت آموزشی از بین میره، شکاف طبقاتی عمیق‌تر میشه. یعنی چی؟ یعنی یه دانش آموز با استعداد توی منطقه محروم هیچ وقت شانس واقعی برای رقابت پیدا نمیکنه و این یعنی سورخوردگی. از اون طرف اعتماد مردم به مدارس دولتی که باید ستون فقرات آموزشی کشور باشن کاملاً از بین میره و این یعنی فروپاشی کل سیستم. خب حالا یه سوال مهم، آیا این وضعیت فقط مختص ایرانه؟ یعنی همه جای دنیا همینه یا ما یه جورایی استثناییم؟ برای اینکه جواب رو پیدا کنیم بیایید یه مقایسه جالب انجام بدیم. سیستم آموزشی ایران رو بذاریم کنار چند تا از موفق‌ترین سیستم‌های آموزشی دنیا. مقایسه رو با فنلاند شروع کنیم که همیشه اسمش سرزبوناست. ببینید تفاوت اصلی توی یک کلمه خلاصه میشه: فلسفه. تو ایران ما یه سیستم تیکه تیکه و نابرابر داریم، ولی تو فنلاند داستان کاملا برعکسه. اونجا یه سیستم یک پارچه و برابر برای همه وجود داره. همین یه تفاوت زمین تا آسمون نتیجه رو عوض میکنه. حالا بیایید با هم این جدول رو بخونیم چون آمار و ارقام هیچ وقت دروغ نمیگن. به ردیف کیفیت معلمان نگاه کنید. تو کشورهای مثل فینلند و کره جنوبی معلمی یکی از محترمترین و پردرآمدترین شغل هاست. حالا مقایسهش کنید با وضعیت معلمان در ایران، حقوق کم و نارضایتی. یا بریم سراغ محتوای درسی. ما هنوز درگیر حفظیات و مطالب تئوری هستیم، در حالی که اونها روی مهارت‌های عملی و خلاقیت کار میکنن. نتیجه رو تو آزمون‌های جهانی مثل پیزا می‌بینیم که ایران متأسفانه رتبه‌های خیلی پایینی تو ریاضی، علوم و درک مطلب داره. پس اگه بخوایم از این مقایسه نتیجه‌گیری سریع داشته باشیم، به چند تا نکته کلیدی میرسیم. اول اینکه سیستم ما داره نابرابری رو بیشتر میکنه، در حالی که سیستم فنلند داره برابری میسازه. دوم، موفقیت دانش آموز مستقیما به رضایت و کیفیت معلم‌ها بستگی داره، چیزی که ما بهش بی‌توجهیم. سوم، دنیای امروز دنیای مهارته، نه حفظ کردن توتیوار. و چهارم، نمره‌های پایین ما تو آزمون‌های جهانی داد میزنن که یه جای کار اساساً میلنگه.
خب با همه این حرفا وقتی همه چیز رو کنار هم میذاریم به یه تصویر خیلی نگران کننده از آینده میرسیم. آینده آموزش و پرورش ما واقعا در یک بحران جدی قرار گرفته. و این شاید مهمترین جمله کل این بحث باشه. بر اساس تحلیل‌ها، نابرابری آموزشی فقط یه مشکل ساده کنار بقیه مشکلات نیست. نه، این بزرگترین و جدیترین تهدید برای نسل آینده ایرانه. این تهدید بزرگ خودش رو تو 3 بحران دیگه نشون میده. اول بحران عدالت اجتماعی که روز به روز عمیق‌تر میشه. دوم فرار مغزها که دیگه فقط به دانشجوها محدود نمیشه. ما داریم دانش آموزان و معلمان نخبمون رو هم از دست میدیم. و در نهایت همه اینها یعنی از دست رفتن سرمایه انسانی کشور. یعنی همون چیزی که برای پیشرفت لازم داریم. و این تحلیل رو با یک سوال تمام می‌کنیم که شاید هممون باید بهش فکر کنیم. جامعه‌ای که سیستم آموزشش داره آدم‌هاش رو به 2 دسته تقسیم می‌کنه. یه عده که به بهترین امکانات و دانش روز دسترسی دارن و یه عده دیگه که از همه چیز محرومن. چنین جامعه‌ای واقعاً چه آینده‌ای میتونه داشته باشه؟